مغز ما یه شبکه فوق‌العاده پیچیده است. برای یادگیری هر مهارت جدیدی مغزتون شروع میکنه به ساختن مسیرهایی. ما به اینها میگیم مسیرهای عصبی. این مسیرها مثل جاده هایی هستند که اطلاعات رو توی مغزتون جابجا میکنن. یه مثال بزنیم. فرض کنیم میخواین پیانو زدن رو یاد بگیرید. برای بار اول وقتی میخوای یه نوت رو بزنید یا یه آکورد رو بگیرید، مغزتون هنوز هیچ جاده‌ای برای این کار نساخته. همه چی یه جورایی ناشناخته است. تصور کنید مغزتون مثل یک جنگل بزرگ پر از درخت و شاخ و برگ در هم پیچیده. وقتی برای اولین بار پیانو میزنید مثل این میمونه که دارین تلاش میکنین یه مسیر باریک رو توی این جاده با سختی باز کنید. اولش مسیر خیلی باریک و سخت میشه ازش رد شد. ممکنه نوت‌ها رو اشتباه بزنید، انگشتاتون گیر کنه. این همون لحظه است که مغزتون داره اون مسیرهای اولیه رو میسازه. اما اینجا جادوی یادگیری شروع میشه. هر بار که یه نوت رو درست میزنید یا یه آکورد رو تمرین میکنید، انگار دارین همون مسیر باریک توی جنگل رو پهن‌تر و صافتر میکنید. با تمرین مداوم اون مسیر باریک کم کم تبدیل به یک جاده خاکی میشه. حالا راحت‌تر میتونید پیانو بزنید، کمتر اشتباه میکنید و دستاتون روونتر حرکت میکنه. اطلاعات سریعتر توی مغزتون جریان پیدا میکنه. اگه به تمرین ادامه بدین، این جاده خاکی کم کم به یه بزرگراه آسفالت تبدیل میشه. اون وقت دیگه لازم نیست به تک تک حرکات فکر کنید. دانشمندان به این توانایی شگفت انگیز مغز برای تغییر و تقویت مسیرها پلاستیسیته مغزی میگن. مغز ما همیشه در حال یادگیری و سازگاریه. پس هر چیزی که میخواین یاد بگیرید بدونید که دارین در حال ساختن و تقویت کردن جاده های جدید توی مغزتون هستین. هر تمرین یک قدم برای آسفالت کردن این جاده ها و رسیدن به تسلطه. پس ناامید نشید. با هر بار تمرین مغزتون رو قوی تر میکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو ببینید.